کی می شود که شما ملاها مدنیت تاجیک رو تشویق میکنید؟ چرا مدنیت عرب رو پرستش میکنید؟ وای بر حالت. ببین بعضی همین اسلام ستیزها، بعضی نفرایی که از اسلام بیزار هستند، این هم خیلی اعتراض میکنن. فرهنگ عرب میگه وای بر حال طوری مسلمان. اگر تو مسلمان باشی ولی اگر مسلمان نباشی سخن برای شما حیف است، چون که شما نمیفهمی. خب ما فرهنگ عرب قبول کردگی نیستیم، ما اسلام قبول کردگیم. اسلام از فرهنگ عرب تو فرق نکنی، عیب ما نیست. خب اسلام قرآن و سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم است. ببین خاک بر سر طور مسلمان را کلمه توحید که تو به زبان میاری و خط مسلمان میگی کلمه عربی است. خب نمازی که میخوانی عربی است، قرآن میخوانی عربی است، پیامبری که تو با او گوی و ایمان آوردگی عرب است. خب مردی به زبان عربی جنازت میخوانند، با همون کلمات عربی در قبر میمانند. خب پس چی میخواهی تو؟ فرهنگ عرب از اسلام از زمین تا آسمان فرق کنه. تا میرا میفهم یا که نمیفهمی؟ اسلام قرآن و سنت های، این را فراموش نکن.